در سال 1896 فعال سیاسی به نام تئودور هرتزل در پی ایده‌ای صحبت از لزوم تشکیل کشور و دولت یهودی برای کلیمیان سراسر جهان را به میون آورد. امروزه این جنبش با نام صهیونیسم شناخته میشه. هرچند این واژه اولین بار توسط ناتان برنبام برای بیان ایده ملی‌گرایی یهود به کار گرفته شده بود. صهیونیسم در روزگاری مطرح میشد که ایده ملی‌گرایی و کمونیسم در بسیاری از مستعمرات و کشورهای مستقل در حال رشد بود. اما جهان در چیرگی چند امپراتوری خلاصه میشد و بدیهی بود که این قدرت‌ها تحمل چنین جنبش‌هایی را نداشتند. هسته همه جنبش‌های ملی‌گرایانه در بستر یک سرزمین با فرهنگی کم و بیش یکسان شکل می‌گیره، در حالی که هرتزل مکانی رو برای پرورش این اندیشه نداشت. در طول قرن‌ها جوامع کلیمیان به دلیل کوچ‌های اجباری یا خودخواسته در سراسر جهان پراکنده شدند و تا اندازه زیادی فرهنگ سرزمین‌هایی که در اون زندگی می‌کردند رو پذیرفته بودند. در واقع تئودور هرتزل حتی به زبان عبری مسلط نبود و این امر کاملا عادی بود، چون بیشتر اقشار جوامع کلیمی به غیر از ربی‌ها، خاخام‌ها، نخبگان و پژوهشگران تاریخ در زندگی روزمره نیاز مبرمی به زبان عبری نداشتند. بدیهیه که کلیمیان هم مانند همه مسلمانان جهان فارغ از ملیتشون اصول دین رو به زبان کتاب مقدس خود به جای میارن. هرتزل برای عملی شدن ایده‌ای که اون در کتاب خودش دولت یهود عنوان کرده بود، با نماینده عبدالحمید دوم سلطان امپراتوری عثمانی ملاقات کرد. هرچند که او به عنوان یک روزنامه‌نگار در این دیدار پذیرفته شد، اما هرتزل پیشنهادی مبنی بر پرداخت بدهی‌های خارجی دولت عثمانی در ازای واگذاری فلسطین به کلیمیان رو ارائه کرد که مورد موافقت قرار نگرفت.